بچه‌ها این جلسه چهارم مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اوروس هست. باکتری استافیلوکوکوس اوروس رو روی محیط کشت بلاد آگار کش دادیم که همونجوری که تو پلیت مشاهده می‌کنین کلونی‌های زرد طلایی با همولیز بتا میده. تستی که برای تایید استافیلوکوکوس اوروس معمولاً روتین گذاشته میشه تست کاتالاز هست. یک قطره آب اکسیژنه یا H2O2 روی لام قرار میدیم، از کلونی‌های مد نظرمون برمی‌داریم، یه حالت سوسپانسیون تهیه می‌کنیم. همونجوری که تو فیلم مشاهده می‌کنین حباب‌های اکسیژن ایجاد میشه که به این میگن تست کاتالاز. پس میگیم استافیلوکوکوس اوروس کاتالاز مثبت هستش. خب بچه‌ها یه تست دیگه داریم به اسم تست کوآگولاز. وسط لام یا حالا کنار لاممون، من روی همین لامی که قبلا گذاشته بودم دارم کار انجام میدم، یک مقدار پلاسمای سیتراتی خربوش یا پلاسمای بالینی هم میشه قرار دادیم. از کلونی هایی که رشد کردن رو پلیتمون می‌خوایم تست تاییدی بذاریم، برمی‌داریم روی این به اصطلاح یک قطره پلاسمامون به این حالت دورانی رو پخش می‌کنیم. همونجوری که تو فیلم مشاهده می‌کنی یه حالت دوندون ایجاد میشه روی این سطح لام داخل این محلول پلاسما که حالت کوآگولیشن به اصطلاح میگن. به این تست پس میگن تست کوآگولاز که استافیلوکوکوس اوروس کوآگولازش مثبت هست. یکی از تست‌های تشخیصی استافیلوکوکوس اوروس تست دی هست. این باکتری آنزیم دی داره. ما از محیط کشت دی استفاده می‌کنیم که حاوی دی هست. باکتری استافیلوکوکوس اوروس را به صورت نقطه‌ای یا خطی روی محیط کشت میدیم. یک شبانه روز داخل انکوباتور قرار میگیره. بعد از اینکه باکتری رشد کرد، ما از HCl برای نشون دادن این تست استفاده می‌کنیم. اسید هیدروکلوریک اسید رو وقتی که داخل پلیت میریزیم یه دور خط کشتمون یه حال شفاف تشکیل میشه که نشون دهنده دی ان ایز مثبت بودن اون باکتری هست. علت شفاف بودنش اینه که وقتی که دی ان ای هیدرولیز میشه لیز میشه با HCl حال شفاف تشکیل میده. بچه‌ها یکی از تست‌های تاییدی که برای استافیلوکوکوس اوروس قرار بود بذاریم تست مانیتول سالتاگار هست. محیط اولی محیط پایه مانیتول سالتاگار هستش. دو تا باکتری استفاده می‌کنیم، باکتری استافیلوکوکوس اوروس و باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس. باکتری استافیلوکوکوس اوروس روی محیط مانیتول سالتاگار زرد رنگ میشه، در واقع از قند محیط استفاده میکنه و شرایط اسیدی میکنه، ولی استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس رشد میکنه روی محیط کشت مانیتول سالتاگار ولی شرایط رو اسیدی نمیکنه و زرد نمیشه، در واقع همچنان ثابت میمونه. خب بچه‌ها یکی از تستامون تست نووبیوسین هستش. آنتی بیوتیک نووبیوسین رو استفاده میکنیم برای افتراق استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس که استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس حساس هست به نووبیوسین، که این دیسکمون در واقع نووبیوسین هست و باکتریمون اینجا استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس هست. خب بچه‌ها یکی از تستامون تست او اف هست. محیط اولی محیط او اف هست. باکتری استافیلوکوکوس اوروس رو در دو تا لوله او اف کش میدیم، روی یکیش روغن میریزیم، روی یکیش روغن نمیریزیم. جفتشون در رنگش تغییر پیدا کرده، یعنی زرد شده، نشون میده که هم در شرایط هوازی و هم در شرایط بی هوازی رشد میکنه و مصرف قند این رو برامون مهم است، قند گلوکوز که در واقع از قند گلوکوز استفاده کرده و یه همچین رنگی رو برامون ایجاد کرده.